درود بر شما. اومدیم برای اجرای پک درزگیر وارداتی ضد آب و ضد اسید شرکت نانوسازه. همونطور که مشاهده میکنید ژل درزگیر الیافتار رو با مقداری پودر الیافتار داخل یه ظرف جدا ترکیب کنید و این ترکیب رو حدود 5 تا 10 دقیقه میکس کنید تا به یه خمیر همگن یک نواخت و یک دست برسید. سطح زیرکارتون رو از قبل تمیز و خشک کنید. زمانی که مواد آماده شد طبق تصویر یه خمیر همگن و یک نواخته که خیلی راحت میتونید درزگیری رو انجام بدید. کافیه که با فشار دست یا کاردک تمام سطحتون رو آغشته کنید تا کاملا بندها پر بشه. کنجای 90 درجه و دور لوله ها رو هم کامل پر کنید و مواد مازاد رو با تی لاستیکی از روی سطح جمع کنید. حدود نیم ساعت تا 40 دقیقه بهش زمان بدید تا کامل خشک بشه. برای آبگریز کردن سطح کافیه محصول نان آبگریز رو قبل از اجرا تکونش بدید و داخل یه ظرف بریزید. به صورت افقی و عمودی روی کل سطح با قلمو پخشش کنید و 12 ساعت اجازه بدید تا کامل خشک بشه.